در دنیای پیچیده‌ای بدن انسان اندامی وجود دارد که نقش اصلی را در زندگی ما ایفا می‌کند و بدون آن هیچ کاری ممکن نیست. این عضو شگفت‌انگیز نه تنها فرماندهی بدن است، بلکه مرکز فکر، احساس، یادگیری و شخصیت ما محسوب می‌شود. دانشمندان سال‌هاست در تلاشند تا رازهای آن را کشف کنند، اما هنوز هم مغز انسان پر از ناشناخته‌هاست. آشنایی با مغز می‌تواند نگاه ما را به خودمان و توانایی‌هایمان عمیق‌تر کند. در ادامه با دانستنی‌های جالب و جذابی درباره مغز انسان آشنا می‌شویم. مغز انسان یکی از شگفت‌انگیزترین اعضای بدن است که هنوز هم رازهای زیادی در خود پنهان کرده است. این عضو تنها حدود 2% از وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما نزدیک به 20% انرژی بدن را مصرف می‌کند. مغز مرکز فرماندهی بدن است و تمام حرکات احساسات، افکار و تصمیم‌های ما را کنترل می‌کند. در مغز حدود 86 میلیارد سلول عصبی به نام نورون وجود دارد که با سرعتی باورنکردنی با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این ارتباط‌ها از طریق پیام‌های الکتریکی و شیمیایی انجام می‌شود. جالب است بدانید مغز هنگام خواب هم بیکار نیست و اطلاعات روز را دسته‌بندی و ذخیره می‌کند. قدرت حافظه مغز آنقدر زیاد است که می‌تواند حجم عظیمی از اطلاعات را نگه دارد. مغز می‌تواند خود را ترمیم کند. به این توانایی انعطاف‌پذیری عصبی گفته می‌شود. احساساتی مانند شادی، ترس و عشق در بخش‌های خاصی از مغز پردازش می‌شوند. مغز انسان توانایی تشخیص چهره‌ها را در کسری از ثانیه دارد. هرچه بیشتر فکر کنیم و یاد بگیریم، ارتباط‌های عصبی مغز قوی‌تر می‌شوند. استرس زیاد می‌تواند عملکرد مغز را کاهش دهد. ورزش منظم باعث افزایش تمرکز و تقویت حافظه می‌شود. مغز درد را احساس نمی‌کند، به همین دلیل جراحی مغز بدون درد ممکن است. خلاقیت تخیل و رویاپردازی همگی محصول فعالیت مغز هستند. مغز می‌تواند بین واقعیت و خیال تفاوت قائل شود. موسیقی تأثیر مستقیمی بر احساسات و فعالیت مغز دارد. هر مغز انسان منحصر به فرد است و شبیه هیچ مغز دیگری نیست. با تغذیه سالم می‌توان عملکرد مغز را بهبود بخشید. شناخت مغز کلید شناخت بهتر خود انسان است.